شورای ملی مقاومت در بیانیه خود در فروردین 1378 تاکید کرد: بیانیه ملی ایرانیان که مصوبه شورای ملی مقاومت ایران است، از ارزشمندترین سندها و مصوبات مقاومت شمرده می شود که یکایک حروف و کلمات آن با رنج و خون شهیدان و رزم پیگیر و استوار رزماوران و اعضا و پشتیبانان این مقاومت سرشته شده است. از این رو بیانیه ملی که با مرزبندی‌های اساسی خود هویت سیاسی ایرانیان میهن‌دوست و آزادیخواه را تعریف و مشخص کرده است، معیار تشخیص دوست از دشمن و مبنای قابل اتکای تنظیم رابطه با همه افراد و جریان‌های سیاسی و جذب و دفع نیروهاست.